به نام خدا. نهمیای عزیز سلام. بعد از اینکه تمامی مطالب این فصل رو به خوبی یاد گرفتیم، حالا وقتشه که با حل چند مسئله شما رو به دنیای هندسه بیشتر آشنا کنیم. فقط قبل از اینکه این کارو بکنیم، اول یه نقشه راه کوچیک بهتون میدم، بعد میریم با هم دیگه با همین نقشه راه کل هندسه رو کله پا میکنیم. پس با من همراه باشید. خب میرسیم به این که یه نقشه راه بریم برای هندسه. ما برای حل سوالات ریاضی یه نقشه راه داده بودیم بهتون. اگر نقشه راه رو نگرفتید به ویدیو اول ما حتما سر بزنید و نقشه راه رو بگیرید. اما اگر ویدیو رو ندیدید من برای هندسه شو میگم، ولی خب میتونید برداشت خودتون رو بکنید و استفاده های دیگه از جای دیگه هم ازش بکنید. اما مراحلی داره درک و حل هندسه. بله، هندسه یکی از استانهای بسیار پرجمعیت سرزمین های ریاضیه، پس باید خیلی حواستون باشه. اولین مرحله که مهمترین مرحله بود اسمش فهمیدن صورت سواله. آقا اول باید بفهمید که سوال ازتون چی میخواد، شما با چه پدیده‌ای در سوال طرف هستید، اصلا باید چی رو بگیرید بیرون، بکشید بیرون. کسب اطلاعات باید بکنید از سوال، یعنی اون اطلاعات واهم رو باید استخراج کنید از متن سوال. بعد اینکه این کاری کردید بریم مرحله دوم. یه ذره مراحلش با اون چیزی که توی نقشه راه اول گفتیم فرق داره، چون اینجا هندسه است و یه جای بسیار سرسختیه. اگه شکل نداره بکش. ببینید مسائل هندسه معمولا شکل داره، ولی اگر مسئله هندسه دیدید که شکل نداره خودتون شکل بکشید. شکل کشیدن مهمه، باید شکل بکشید تا سوال رو بتونید درک کنید. اون اطلاعات اگر ناقص مونده تو شکل کشیدن کامل میشه. پس تو هندسه شکل و اشکال کشیدن خیلی مهمه و سعی کنید استفاده کنید. میرسیم به مرحله سوم، فریضه فرض و حکم نویسی. این چیه؟ این از جمله مراحلی که مخصوص اینجاست، اصلا مخصوص اینجاست، اختصاصی برای اینجاست. همین شکل کشیدنه، همین یکی، اینا خیلی مهمه. حالا اطلاعاتی که آوردی اگر اونایی که فرضن داده سوالن میبرید سمت فرضا، اونایی که خواسته سوالن میبرید سمت حکمها. فرض و حکم تو جدا میکنید. یاد دادم چجوری فرض و حکم رو بنویسیم. خب پس فرض و حکم نویسی رو انجام میدی با توجه به اطلاعاتی که در آوردی. بچه این مرحله رو نفهمید نمیتونید اینجا هم بنویسید. این خیلی مهمه. خب باید بتونید اول صورت سوال رو درک کنید. درک اشتباه از صورت سوال کار رو برای خودتون سخت می‌کنه. بعد حالا میرسید به انتخاب راه حل. فرض و حکما رو نوشتید، حالا باید بگید با چه روشی، چگونه اثبات کردید که فرضها حکم شدن. خب در یک مثلث آیا دو ضلع و زاویه بین اتفاق افتاد، دو زاویه و ضلع بین اتفاق افتاد، سه زاویه اتفاق افتاد، یا نه اصلا حالت قائم الزاویه است و ترضلع اتفاق افتاد یا و ترزاویه. خب باید بتونید حالا 5 تا حالت رو پیاده کنید روی مسائل هندسه. و مرحله پنجم که توی ویدیو اولم گفتم چقدر مهمه، بازگشت به اول و حل مجدد سوال. خیلی تاکید دارم روی این، خیلی تاکید دارم، خیلی مهمه. چرا؟ رو ضربه میبینن خیلی ها اینجا. برمیگردی از اول
میبینی یه اشتباهی کردم، متوازی الازلا رو مثلا خوندم متساوی الازلا، سوالم شکل نداشته، تو شکل متساوی الازلا رو کشیدی، خب با کل مراحل ریخت به هم. اینو گذاشتیم چک پوینت، نقطه بازرسی سوال، که اگر متوجه نشدید باید چی کار کنید و بعد متوجه شدید و بعد سوال حل کردید، با بازگشت دوباره این سوتی خودتون رو بگیرید. پس مراحل درک و حل هندسه شد: فهمیدن صورت سوال و کسب اطلاعات، اگر سوال شکل نداشت شکل میکشید، فرض و حکم نویسی رو فریضش رو انجام میدید، راه حل رو انتخاب میکنید و یه چک دیگه هم میکنید، اگر اشتباهی کردید درستش میکنید. خب نقشه رو گرفتیم، حالا وقتشه که بزنیم تو دل هندسه. خب میریم به سراغ سوال اول. همه مراحلی که گفتم رو به ذهن بسپارید که بریم ریاضی و هندسه حل کنیم. گفته A B C D متوازی الازلا است. خب همین الان بنویس، شروع کن لیست کردن، بعد اطلاعات رو بکشیم بیرون. این یه متوازی الازلاه، زاویه A با زاویه C برابره، زاویه B با زاویه D برابره. اصلا نگاه نکن که کیه، بنویس AB با DC برابره، AD با BC برابره، AD با BC برابره. خب فعلا همینو گفته. MPQN هم هست، این N وسط های اضلاع متوازی الازلا. ثابت کنید MN مساوی PQ. حکمینه، ولی خب این حکم نهاییه. ما اول باید یه حکم دیگه درست کنیم، مثلا حکم کنیم که M B N هم نهشت است با D P Q. حکم اول رو دارم. حالا بریم شروع کنیم. آقا همین زاویه های بیودی رو بیار بیرون. ببین فریضه فرض و حکم نویسی، سوال شکل داشت دیگه، پس دیگه مستقیم رفتیم سراغ فریضه فرض و حکم نویسی. اینها B مساوی D به خاطر چی؟ به خاطر زوایای روبروی هم در متوازی الازلا. بچه P این دوتا رو نصف کرده، خب M هم این دوتا رو نصف کرده و این دوتا با هم برابر نیستن. همین الان گفتم AB با DC برابره. خب این نصف شده باشه DP با MB برابره دیگه، نصف این هم هست. پس DP برابر است با MB. فرض سواله. از همون فرض سوال دوباره میتونم بگم آقا مگه Q این دوتا رو نصف نکرده، N این دوتا رو نصف کرده دیگه، پس میتونم بگم DQ برابر با NB. DQ برابر با NB. به هر حال اینم نصف اینم با نصف این یکی هن دیگه. خب پس به این نتیجه میرسیم که با استفاده از راه هم نهشتی چی بود؟ راه هم نهشتی دو ضلع و زاویه بینه، یعنی زاد زاد. از اینجا به این نتیجه رسیدیم که این دوتا برابرن. خب حالا اجزای متناظر رو بخوایم بنویسیم، میتونیم اثبات کنیم که MN با PQ برابره. شما یه لطف میکنی، برمیگردی از اول، همه اطلاعات تو چک میکنی، فرض و حکم تو چک میکنی،
میای ببینی آیا درست اثبات کردی؟ بله درست اثبات کردیم. بریم برای سوال بعدی. میریم سراغ سوال دوم. در شکل مقابل او مرکز دایره است. اوکی. BC و AD بر دایره مماسند. این نکته مهمه. از پارسال یادتونه وقتی یه خط به دایره مماس میشه یعنی عمود شده و زاویه 90 درجه ایجاد میکند. حالا گفته نشان دهید آدی و بیسی برابرند، یعنی آدی بیسی برابرند. این حکم سواله. خب برای اینکه این حکم رو اثبات کنیم اول میایم یه حکم کلی تر میدیم. میگیم مثلث AOC متشابه هست با مثلث BOD. این از حکم سوال. بریم به سراغ فرض. بریم ببینیم چه اطلاعاتی میتونیم در بیاریم. مگه یه دایره نیست، شعاعهای دایره با هم برابرن دیگه. پس AO برابر با BO به خاطر شعاع دایره. بعدی زاویه AOB قائم است. از چه نکته این در اومد؟ از این نکته آدی و بیسی بر دایره مماسند. و بعدی بیایم وسط. چه O1 و O2 هم برابرن. چرا؟ این هم پارسال یاد گرفتین، به خاطر متقابل به رأس. گفتیم اگر دو خط، بذارید یه یادآوری کنم متقابل به رأس رو. گفتیم اگر دو خط همدیگر رو قطع کنن زوایای روبرو به هم آنها با هم برابر می شوند که به این اصطلاح گفتیم متقابل به رأس. فهمیدین چو؟ امیدوارم که یادآوری خوبی شده باشه. خب دیگه در اومد کار. آقا یه وتر داریم، همین شعاع دایره است، یه زاویه قائمه در آوردیم و متقابل به رأس. آقا از حالت وتر زاویه مجددا به این نتیجه رسیدیم که AOC برابر است با BOD. پس از اینجا میتونیم متناظر نویسی کنیم که همون برابری BC با AD. امیدوارم لذت برده باشید. دو زاویه و ضلع بینم میشه، ولی بچه ها یادتون نره اینجا قائم الزاویه است. یا باید زاویه رو پیدا کنید با وتر یا ضلع رو با وتر. اینجا وتر زاویه به دست اومد. خب اینم از این نکته که امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم برای سوال بعدی. خب میریم سراغ سوال سوم. گفته در شکل مقابل مثلث ABC متساوی و ساقین است. اطلاعاتو بکش بیرون. آقا AB برابر AC، زاویه B برابر با زاویه C. این تنها اطلاعاتی که میفهمی از این متساوی و ساقین میتونی در بیاری. خب به نظر کافی نمیاد. ما 3 تا میخوایم حداقل برای اثبات دیگه. کافی نیست. بریم ببینیم چی میتونیم در بیاریم. گفته M و N بر روی قاعده BC طوری قرار دارند که MB با NC برابره. آها، چه اطلاعات بجا مهم و قشنگی داده. گفته نشان دهید AMN هم متساوی و ساقین است. اوه
میدونید یعنی باید چیکار کنید؟ یعنی باید اثبات کنید که AM برابر با AN، چون در این حالت در میاد که این یه متساوی الساقینه. پس بیا اینجا اول یه حکم کلی تر بدیم. مثلث AMB متشابه است با مثلث ANC. این از این. خب هر چی اطلاعاتون بالا داشته حالا خالی کن تو فرض. میگی AB مساوی AC، چه از لانی ایه متساوی الساقین این در میاد دیگه. اینم B برابر با C، زاویه B برابر با زاویه C، اینم زوایای همین متساوی الساقین است. داده واضح سوالم که BM مساوی NC، اینم که فرض سوال در اومد کار. پس با استفاده از دو ضلع و زاویه بین یا زاد زاد در اومد که AMB هم نهشت است با ANC. پس اینجا در میاد AM مساوی AN. چون این در اومد پس این دوتا با هم با AMN تشکیل یک مثلث متساوی و ساقین میدن. سوال خوبی بود انصافاً. بریم برای سوال بعدی. خب میایم به سراغ سوال 4 که یک نکته دارد. چه نکته ای؟ الان میبینیم. گفته در این شکل میدانیم AB مساوی CDه. گفته بفهمید چرا کمان AB با کمان CD برابره. خب یه نکته از تو کتاب درسی که اینجوری میگه. ببین این سوال من یه جور دیگه براتون حل کنم. خب این آبیه، این CD. اگر اینو بگیریم مرکز دایره که اوه و شعاعها رو وصل کنیم، دو تا مربع به وجود میاد، دو تا مثلث به وجود میاد. دوست خواهی میکنم حالا بخوایم اثبات کنیم که چرا این مثلث ها برابرن. میبینید که مثلا OD با OB به همراه AO و CO، آقا اینا شعاعهای دایرن. آقا فرض سوالم که مثلا داده AB مساویه با CD. اوکی، AB مساویه با CD باشه، اونجا نتیجه گیری میشه این فرض دیگه. حکم میاد که ABO با CDO برابره. از اینجا به دست میاد که زاویه O1 با زاویه O2 برابره. خب زاویه روبروش کمانو نشون میده دیگه. روبروی زاویه چیه؟ کمانه دیگه. پس کمان آبی هم با کمان CD برابره. یعنی یه نکته‌ای بره، هرگاه دو وتر در دایره با هم برابر بودن کمانهاشون هم برابره. برعکسش هم درسته، هرگاه دو کمان با هم برابر بودن وترهاشون هم با هم برابره. مطابق این نکته این جواب به دست میاد، این یکی جوابم به دست میاد. خب یه سری عبارت اینجا نوشته میشه. ببین یه سوال طرح کنیم. ببین میگیم کمان آبی برابر با کمان CD. اوکی، از طرفی میگم کمان BC برابر با کمان عادی. اوکی، حالا با توجه به این ببین چی می نویسم. میگم کمان آبی به علاوه کمان BC مساوی با چی میشه؟
مساوی میشه با کمان CD به علاوه کمان عادی. خب در واقع نگاهی بنداز ببین چی شد. همونطور که ملاحظه میکنید یک کمان آسی اینوری به دست اومد، یک کمان آسی هم اینوری به دست اومد. پس به این ترتیب میگیم چون این کمان ها با هم برابر بودن وترهاشون هم که با هم برابرن. دقت کنی یه وتر هم هست. خواستم با این سوال این نکته رو که از کتاب درسی بود بهتون گوشزد کنم. بریم برای سوال بعدی. میریم سراغ سوال پنجم. در مستطیل ABCD، مستطیله دیگه میدونیم AD با BC برابره، همه این زوایا با هم برابرن و خدمتتون عرض کنم که گفته پاره خطای AF و BE هم طوری رسم شدن که زاویه A1 و B1 برابرشن. آقا ثابت کنید BE و AF با هم برابرند. این دوتا رو گفته بگید با هم برابر. آقا یه حکم کلی تر این سوال قبلی میگم مثلث ADF هم نهشت است با مثلث BEC. اوکی؟ بله. حالا چیکار باید بکنیم با این سوال؟ بیا اینجا. مگه این زاویه و این زاویه در حالت عادی برابر نیست؟ A1 و B1 هم برابر. آقا A2 و B2 هم برابرن. چرا؟ آقا نگاه کن این 90 درجه است اینم 90 درجه است. گفته یه کاری کردم A1 و B1 برابر شن. آقا خب A1 و B1 برابر مثلا 50 درجه است. خب من جفته اینا 90 درجه نیستن. خب بس اینم 40 اینم 40 دیگه. پس از همینجا از فرض سوال در میارم زاویه A2 برابر با B2. فرض سوال AD با BC برابره. عضله مستطیل در ضمن زاویه D هم با زاویه C برابره. 90 درجه است خواهم است و اینم جزء زوایای مستطیله. آقا حالت در اومد به حالت ز زاد ز، یعنی دو زاویه و ضلع بین این دوتا مثلث با هم مساوی در اومدن. پس میتونیم اجزای متناظر رو برابر بگیریم که یکیشون AF مساوی BE. این سوالم حل شد مثل آب خوردن. بریم برای سوال آخر. خب میریم به سراغ سوال ششم و آخر. گفته نشان دهید در هر مثلث متساوی و ساقین فاصله هر نقطه دلخواه روی نیمساز زاویه رأس از دو سر قاعده برابر است. یعنی نشون بدید اینجا تو این شکل MB با MC برابره. این دو سر قاعده است. از هر نقطه‌ای من بخوام رو دو سر قاعده رسم کنم اینا با هم برابر میشن. خب بیایید اول یه حکم کلی تر بدیم عین همه سوالا. میگم ABM قراره هم نهشت باشد با AMC یا ACM. اوکی؟ بله. حالا بریم به سراغ دادن فرضیه ها. آقا AB و AC برابره. از لان دیگه A1 و A2 هم برابره. آقا خب داده یه سوال اصلا. خب داده سواله. گفته نیمساز دیگه. نیمساز باشه خب این دوتا برابر.
خب و اینکه AM هم مشترکه، ضلع AM هم بینشون مشترک. خب در اومد کار به حالت دو ضلع و زاویه بین، یعنی زاد ز زاد ABM هم نهشت می شود با ACM. پس بخوایم متناظرگیری کنیم میگیم MB برابر است با MC. تمام شد. اینم از این. به پایان این درس و در کل به پایان فصل 3 از کتاب 9 میرسیم. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید تا ویتامین تی جذاب این فصل رو هم از دست ندید.